چرخه با ورود مبرد یا همان گاز کولر به کمپرسور به صورت بخار کم فشار و کم دما آغاز می شود. کمپرسور مبرد را فشرده کرده و خروجی آن به صورت بخار با فشار و دمای بالا است. سپس مبرد از طریق کویل کندانسور عبور می کند و از یک فیلتر درایر یا خشک‌کن عبور می کند تا هر گونه آلودگی و رطوبت حذف شود. سپس وارد دستگاه انبساط می شود که اغلب یک لوله مویی نازک است. با عبور مبرد از لوله مویی، فشار آن به طور قابل توجهی کاهش می یابد و وارد بخش اواپراتور می شود به صورت بخار کم فشار و کم دما داخل یخچال. حرارت هوای داخل یخچال به مبرد منتقل می شود و هوا خنک می شود. مبرد به جوش آمده و تبخیر می شود و از اواپراتور خارج شده و به صورت بخار کم فشار و کم دماست. سپس دوباره به کمپرسور باز می گردد و چرخه تکرار